سلام بچه ها، خوش اومدین به یه اولین ویدیو کانالم که مثلا از این پست اینجوری حالا تقریبا نیدم. ولی بچه ها امروز سورپرایز خوبی دارم. گارانا یه ردیم کدی داده که داخل فیفا میتونه برای همه میتونه ازش استفاده کنیم. من هم این کدام زدم، بهم 75 از این بنفشه داد. خب بریم برای آموزش گرفتنش. اول فیلد شکن روشن کنید، برین داخل گوگل. من که از قبل رفته بودم، من که زدم ردیم کد گارانا، همین فری فایر گارانا نوشته می اولی رو این بزنین با فیلش شکن باید بالا بیاد. خب الان من که جیمیل رو انتخاب کردم و شما اون سیوی که میخواد میزنیم، بعدش مثلا باز اون جیمیلی که داشت فری فایر اونو میزنیم. من که زدم و اینا آمدم میاد اینجا باید کد خودمون رو بزنیم. من که از کدم از قبل کپی کرده دارم. خب این کد چیه که هست؟ همین FFMEASGWMX همون. حالا زدم تایید رو بزنید که میده اینا میگه استفاده کد ناوقت، این کد نامعتبر است یا استفاده شده است. من این استفاده کردم و شد که با این همین منفش وقتی حدودا تا چند روز طول میکشه بیاد دیگه. وایسا کاربردهای اینا هم که خود بدونید، اینا چیزایی که میتونیم بگیریم. خب چی چرت و پرت میاد بچه ها. برای اینکه این کد رو بگیرم خیلی گشتم، حمایت کنید لطفا. برای وایسا بالا بیاد. خب بیا بالا دیگه. خب تو اون که بالا بیاد اینم ببینید. این قرمزه، اینم توکنش هم وسیلاش خوب اونقدر خوب نیست ولی از هیچی هم بهتره. اینم باید با فیلد شکن بینه. حالا اینم بالا نمیاد، حالا نگاه کن. آها داخل بیا رنگ بازی کنین از این توکن قرمز میده، میتونین اینجا بزنین. هر 2 تا از این تیکه قرمز یکی جم بنفش بهتون میده. الان من از قبل که بازی کردم توکنشو بگیرم. ای خدا. اونقدر درخواست ندیم. بیا خب من همشو گرفتم، 86 تا. خب 43 تا جمع بنفش شد. خب نزدیکه دیگه بگیریم. خب اینجا با این 75 که داد میتونیم وسیله بگیریم. من گرفتم استفاده کردم. فکر نکنم من اینو گرفتم، من اینو از قبل داشتم. اینو کی میگیره؟ ولی اینا همه وسیله های سایتی بودن، نباید خرجش میکرد. روز به روز گارن در همه چیز خرج میکنه. کن چی چیزا خرج کرده. نکن این دنسار البته من که دانلود ندارم ولی خب نگاه کنی اصلا اینا رو هم خرج کرده. بابا این اسکیموشن قدرت داره بابا. یه خط منفی دمج داره، یعنی مثلا با ماشین یه نفر رو زیر بگیرین دمج زیاد کم نمیشه، بعد سرعتش هم بیشتره. دمج هم چیشیش دمج ریدوکیل هم چیشیناش بیشتر. حالا اینو من نفهمیدم چیه، شما تا کامنت ها بگین. ولی کارتینکو 10 تا داره. کارتینکوش خوبه ولی خب هم بازم زیاده. 10 تا میشه 800 تا جنب بنفش. اصلا کارتینکو چیه هست؟ با این اینکوه با اینا بود، با فوتبکر بود. بچه اینم از ویدیو امروز ما. تا ویدیو بعدی همراه باشین. خداحافظ.